علما نقل میکنن بزرگان که یک بنده شاکری دو پا نداشت، دو تا دست از بازو نداشت، نابینا، فقط یه زبانش فعال بود، یک تکه گوشت روی فرش افتاده بود. همیشه ازش شنیده میشد یه تکه گوش، پا نبود، دست نبود، بینایی نبود، این زبانش فعال بود، این زبانش نبض قلبش بود. ازش شنیده میشد که اینطوری میگفت با ربش: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي علیه. خدایا به من توفیق بده تا شکر نعمتهای تو رو بر خودم به جا بیاورم. تو چی داری که شکر بکنی؟ نه پا داری، نه دست داری، نه چشم داری، یه تکه گوشت افتادی. نباید خجالت بکشی؟ همه چی داریم. اگه کسی از من سوال کرد چی داری؟ چته؟ هیچی نداریم. خدا از حال دلمون بدونه هیچی نداریم. هیچی نداری؟ مگه میشه هیچی نداشته باشی؟ شاید منظورت از هیچی نداریم حساب بانکیه. این شما فکر میکنی همون سرمایه است؟ هیچی نداریم. برای که هیچی نداری یعنی چی؟ یعنی شکر نکنید؟ دست ندارید، پا ندارید، قلب ندارید، فکر ندارید، شعور ندارید، بیان ندارید، چشم ندارید، گوش ندارید. من یه نفر رو ملاقات کردم که این فنر چشمش از کار افتاده بود. همراه یه نفر بود، اینطوری چشمش گرفت، گفت شیخ سلام. تا ولش کرد افتاد رو چشمش، نمیبینه، فنرش از کار افتاد بود. سبحان الله. دوست داری فنر چشمت از کار بیفته؟ چشم داره کار میکنه، میگی چیزی نداری. تا مردم بدونن که اگر کسی میتونست مانع مرگ بشه پزشکان بودن، پس پزشکان هم نمیتونن جلو مرگ بگیرن. و همه بدونن که من اسکندر مقدونی هستم، حالا که دارم میرم ناکن دستام خالیه، دنیا مال من بوده ولی با دست خالی دارم میرم. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. آخر سوره نبأ. سوره نبأ درباره قیامت صحبت میکنه. خداوند میزانو میگذاره، ترازوی عدالت، اونجا پل صراط هم میذاره. اول جهنم، بعد بهشته. یعنی بهشت بعد از جهنمه. خب اونایی که بهشتی هن از رو جهنم باید برن، خب جلوشون بله اول اینه. اونایی که بهشتی هن رد میشن از روی این پل. میزان میذاره. وجوه یومئذ ناظره. صورت‌های سپید درخشانه. ناظره با داده، نه با وا. ناظره، ندارت یعنی بشاشیت، درخشندگی. این چرا وجوه یومئذ ناظره؟ چرا بعضی صورت‌ها می درخشه؟ الی ربها ناظره. این درخشندگی نور خداوندی است که منعکس شده بر صورتش، چون خدا اجازه داده که بهش نگاه بکنه. بعضی موقع مشتاقانه منتظر دوستی هستی که ببینیدش. شما منتظر نیستی که روز قیامت الله رو ببینی، پرده رو بلند بکنه بگه محمد، احمد، علی، محمود، بنده من بیا جلوتر،
من همون رب تو هستم. یا نگاه کن، اون موقع دیگه قیمت بهشتم پایین میاد. اون موقع بهشت رو فراموش میکنید. دوست نداری خدا صدات بزنه؟ بیا جلوتر، بیا این پرده رو برداشتم. چشمی که نگاه به حرام میکنه کور میشه. من تو نمیتونیم این پروژکتور رو ببینیم چند دقیقه نور چشممون، ولی این نور چشم از بین نمیبره. اون سهم ابلیس نور از چشم ما میگیره. خلایق میان، خداوند ترازو گذاشته. یه دی خوبی ها بر بدی هاشون افزایش پیدا میکنه، دروازه میگن از روی پل صراط رد میشید، مثل برق رد میشن. این پل هم باریکه هم تاریکه، قعرش هم جهنمه. هم باریکه هم تاریکه. دیدی بعضی سیرک ها نشون میدن که اونهایی که طناب بازی میکنن، رو بند بازی میکنن، یه طناب باریکی از این طرف خیمه به اون طرف خیمه از روی اون طناب رد میشه. دو تا چوب هم دستشه برای تعادلش. تمرین کرده چطور رد بشه. تمرین خوبی بکنید. این تعادل انسان بر پل صراطه. بدی که هنر نمیخواد. میخوای من بد بشم؟ الان چقدر منو دوست داری؟ من شما هم دوست دارم. کافیه که به جای این حرفا یه حرف زشت به شما بزنم، همه تون بلند میشی. نه تنها پشت نمی کنید، توف میندازی صورت هم پشت میکنید. پس بدی بده. بدی آدم منزوی میکنه، اول خدا روش برمیگردونه. انسان منزوی کسی است که خدا، دوم فرشتگان. تعداد فرشتگان میدونید؟ خداوند یک کعبه‌ای داره، در هر آسمان یک خانه هست برای طواف ملائکه ها. بیت العزا، بیت المعمور. روزانه 70,000 ملائکه میاد بیت المعمور طواف میکنه، دیگه بر نمیگرده، پخش میشن. از زمانی که خداوند آسمان و بیت المعمور رو آفریده. و ما یعلم جنود ربک الا هو. کسی لشکریان خداوند و رب تو نمیشناسد مگر خودش. روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحابه گفت اطت السما، آسمان لرزید و حق داره که بلرزه. هر موضع یک وجب یا یک ذراع یا یک قدم، یک ملائکه یا ساجد یا راکع، اینا همه پشت میکنن به تو، رو بر میگردونن. شیاطین رو بر میکنن. آیا میتونی پوز بدید فلانی دوستشون معتاده؟ میتونی پوز بدید؟ جست بگیرید من دوستم اوه یا معتاده. دوستت معتاده؟ ولی من امشب سعادتمندم که نمردم. یکی از شاگردامو دیدم مدارج عالی علمی رو طی میکنه و این توفیق رو پیدا کردم که در عروسیش شرکت بکنم. سید عبدالباعث صفاری یکی از شاگردان خوب بنده بوده. امروز مرحله فوق لیسانس الهیات داره میخونه.
شاید بعضی میدونید که ایشون 4 سال پیش پدرشون رو به خدا سپردن، به رحمت خدا رفت. بعضی فکر میکنن حتما باید پدر رو سر آدم باشه. مادر بزرگم وقتی سرش رو بالش میگذاشت و مادر بزرگای شما همه تا سرشون رو شب رو بالش میگذاشتن میگفتن خدایا نظرت تو بر نگردد. خدا اگر بالا سر آدم نباشه پدر باشه. من میلیاردرها رو میشناسم که بچه هاشون همه معتاد و شرابخوار و عیاش و دربدر و بیچاره و بدنام و بی آبرو هستن. میلیاردرها رو، و یا ممنوع سفرن یا فراری هن، چکاشون همه برگه خورده. ایتامی رو میشناسم که دکتراشون گرفتن پروفسور شدن، سایه پدر رو سرشون نبود، اما گفتن آمنت بالله ربا. مدیریت زندگیشون زمانی که پدرشون در حیات بود گفتن خدایا تو زندگی ما